دیگه تقریبا 12 سال میشه که می کار شروع کردیم. در خانه بودم. باز حال خواستم که می صنایع دستی که من تولید میکنم به نمایش بگذارم که اگر خواست خداوند باشه که این کار بار ما یک ذره رونق بیافته. احساسم بسیار خوب است. دیگه زحمت میکشیم، حلال کار کسبی میکنیم، باعث خود پیدا میکنیم. بسیار خوب است. هر خانم، هر دختر خانم باید همین شغل خیاطی و هنری داشته باشه. صنایع دستی افغانستان خود بسیار خوب است که حتی شهرت جهانی داره. دیگه از کیفیت بالا برخوردار است. اگر گند افغانیش است، اگر دستدوزیایش است، اگر قالین است، هر صنایع دستی افغانستان در کل کشورها مشهور است. کیفیت جهانی داره. خواست ما از دولت، از مسائلی است که باید که ما همکاری کنند، کمک شویم که ما همین سند ما را بسیار به یک جای بالا برسانیم، حتی به حساب خارجی رونق پیدا کنه کار ما. ما که هستیم در ولایت کاپیسا هستیم و تو کدام کارگاه زیاد کلان نداریم. خودم هستم، یک 5 نفر همکارایم هستند، دیگه یک 20 نفر هم شاگرد دارم. کارخانه ما در دشت برچی است. تولیدات صنایع دستی داریم، خیاطی است، دیگه پیرنکای طفلانه، زنانه این چیزا جور میکنیم. اینا یخن دستی است، کلان دستوزی است. اینا هم از هر رنگش داریم، آبی است، سیاه است. قیمتش طفلانه 1000 است، اینا 2000 است. سایز کلانش که داریم اینا 7000 است، یا هم 2000 است، اینا هم 2000 است. اینا کلگیش تولیدات خود ماست. خواست ما است که کمتر طرف خانم‌ها توجه کنه، دیگه از نگاه مالیه و جواز چیزای کمی همکاری کنن با ما. که از هموطنای عزیز ما خواهش میکنیم که تولیدات خود ما رو بخره، چون پیرنای خوبش داریم. از خارجی که است دیگه اونقدر در وطن خوبش معلوم نمیشه که بپوشن، دیگه همین تولیدات خود ما رو بخرن که ما پیشرفت کنیم. سالهای پیش خیاطی زیاد میکردم و بعد از این چند سالی که شد و دیگه ماند، باز شروع کردم. 1 سال میشه که پس خیاطی ما شروع کردم. این همی لباس ها رو میدوزیم، لباس افغانی است و دیگه پیرنای به حساب تاجیکی، کلش هم چیز وطنی است دیگه. کارگاه ندارم، در خانه کار میکنم، خودم هستم و 1-2 نفر زیاد نیستیم. یک تا بچه که مثلا پالوم است، یک دخترم است دیگه. کارگاه باشه و خیاطی باشه که باز آدم شاگرد پذیره نمیشه در خانه، چون که جای ندارم. در خانه کم کم کار میکنم و دیگه پیچ آنلاین از اون طریق بچه کم میرسم.